معلم با عصبانیت دفتر رو روی میز کوبید و داد زد سارا. دخترک با ترس خودش را جمع کرد، سرش را انداخت پایین و آروم تا جلوی میز اومد. با صدای لرزون گفت بله خانم. معلم توی چشمای مظلومش زل زد و گفت چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس؟ دفترت چرا این شکلیه؟ سیاه و پاره. فردا مادرتو بیار، باید باهاش حرف بزنن. سارا بغضشو قورت داد و صداش لرزید. خانم مامانم مریضه، بابام گفته آخر ما حقوق میگیره. اون وقت میتونیم مامانمو ببریم بیمارستان که دیگه خون از گلوش نیاد. اون وقت شاید بتونیم برای خواهر کوچیکم شیر خشک بخریم که شبا کمتر گریه کنه. اون وقت شاید برام هم یه دفتر بخرم تا مجبور نباشم دفترای داداشمو پاک کنم و توش بنویسم. معلم نفسش برید، صندلیشو چرخوند، پشت به کلاس کرد، با صدای خفه گفت بشین سارا. و اشکاش بی صدا از گونه‌اش سر خورد. اگه از این داستان خوشت اومد فالو کن تا داستان بعدی رو از دست ندی.